و بعد بیاید تصور کنیم الان دیگه در واقع حالا خدایی ناکرده ایران تجزیه شده اصلا. خب چند کشور در ایران قراره درست بشه، کردستان قراره مثلا برای خودشون کشور درست کنن، عرب‌ها کشور درست کنن، بلوچ‌ها، من نمیدونم ترکمن‌ها، آذری‌ها، چند تا کشور دیگه میشه درست کرد اگه بخوان اینجوری مرز بکشن تازه اگه بین خودشون درگیر نشن. بعد اسرائیل باید با 10 تا کشور سر و کله بزنه اونجا که من به صورت مشخص میگم بعضی از اینها دشمن اسرائیل خواهند شد. عرب‌های جنوب ایران اون بخششون که احزاب پان عربیستی دارن که دنبال جدایی هستن مشخصا دشمن اسرائیل هستن و در واقع دنبال رو احزاب پان عرب دنیا، اون چیزی که از زمان ناصر شروع شده. بلوچ‌ها تا جایی که من میدونم رابطه خوبی با اسرائیل نخواهند داشت اگر بتونن برای خودشون کشور درست کنن. احزاب کرد ایرانی هیچ کدومشون رابطه خوبی هیچ وقت با اسرائیل نداشتن. من به این میرسم، به این قضیه کرداد خیلی زیاد مطرح میشه در مورد رابطه‌شون با اسرائیل و این افسانه‌ای که اسرائیل رابطه خوبی با همه کردها داشته همیشه یا داره امروز. و باقی اونها ترکای ایران اگر آذری‌ها اگر جدا بشن به طرف آذربایجانی میرن، آیا جمهوری آذربایجانی میرن که رابطه خوبی با اسرائیل داره یا به طرف ترکیه اردوغان که دشمن اسرائیله. من با دکتر لطیف حسنلی دبیر اول یکی از احزاب آذربایجانی در ایران بود مصاحبه کردم قبل از که 9 سال زندانش شروع بکنه. من این سوال بهش دادم، گفت ما نگاهمون به ترکیه و آذربایجان نیست، ما نگاهمون به اروپای غربیه. اینها در مرامنامه و اساسنامه‌ای که دارن در محور 3 اصل فعالیت میکنن. هویت طلبی ترکیه آذربایجانی هست و مدرنیته طلبی هست به معنای دستاوردهای مدرن بشر که در اروپای غربی دارن şahit هستیم و محور 3 آزادی عقیده و سکولاریسم هست. Savaş güzel bir şey değil. Biz öyle düşünüyoruz. Her yerde insanlar hakları için savaşabilir tabii de ama bizim İsrail'de bir hakkımız yok. Onların da burada bir hakkı yok. Zaten millet din başka, dil başka, her şey başka. Onlar kendi milletleri için yani koruyabilirler. Biz de kendi milletimizi, vatanımızı, işte vatan dediğimiz biz yani Tebriz'i korumak isteriz. Bu kadar benden.